سلام، به این جلسه مدیتیشن خوش آمدید. ابتدا یک مکان ساکت و آرام را پیدا کنید که بتوانید به راحتی دراز بکشید یا نشسته و راحت باشید. اکنون چشمان خود را ببندید و به آرامی اجازه دهید که وزن یک روز بر دوش شما کاهش یابد. نفس عمیق بکشید. از طریق بینی نفس بکشید و سپس به آرامی از طریق دهان بازدم کنید. تصور کنید که هر نفسی که خارج می کنید تنش‌ها و فشارهای روزانه را با خود می برد. چند نفس عمیق دیگر بکشید. این لحظه‌ای مقدس برای استراحت و آرامش است. خود برتر شما در اینجا و اکنون هیچ وظیفه‌ای ندارد. فقط حضور داشته باشید و اجازه دهید تجربیات شما را راهنمایی کنند. توجه خود را به عمل ساده نفس کشیدن جلب کنید. سعی نکنید چیزی را تغییر دهید. هوا به آرامی از طریق سوراخ‌های بینی وارد می شود و ریه های شما را پر می کند و سپس به آرامی خارج می شود. آیا هر گونه نگرانی یا آشفتگی با این نفس‌ها از بین می رود؟ اکنون بیایید با هم با ریتم آرامش بخش نفس بکشیم. نفس بکشید. 1 2 3 4 نگه دارید. 1 2 بازدم. 1 2 3 4 5 این کار را چند بار دیگر انجام دهید و فقط احساس کنید که هر نفس چگونه ذهن و بدن شما را آرام می کند. شما در اینجا و اکنون حضور دارید. حال بیایید یک اسکن کامل بدن انجام دهیم. توجه خود را به پاهای خود معطوف کنید. احساس آرامش کامل را در آنها تجربه کنید. تصور کنید که نور طلایی دور پاهای شما میپیچد و گرما و آرامش را به آنها می آورد. بگذارید این نور به آرامی پاهای شما را پر کند و هر گونه تنش را از بین ببرد. اجازه دهید این نور به سمت بالا حرکت کند. از شکم و سینه عبور کند و تمام وزن و ناراحتی را حل کند. با هر نفس احساس سبکی بیشتری کنید. اکنون بازوها و دستان خود را شل کنید. شانه ها و گردن خود را نیز رها کنید. توجه کنید که آیا در صورت شما تنشی وجود دارد. بگذارید عضلات اطراف چشم و دهان شما کاملا نرم شوند. حالا تصور کنید که نور طلایی دیگری از بالا نازل می شود. این نور مانند بارانی از انرژی شما را در بر می گیرد و نماد حکمت، عشق و آرامش خود برتر شماست. بخشی از شما که پاک، آزاد و متصل به کائنات است. حس کنید این نور بالای سر شماست و به آرامی در سینه شما سرازیر می شود. این احساس گرم، ترس و نگرانی ها را از بین می برد
و شما را با عمیق‌ترین جوهره خود هماهنگ می‌کند. خود برتر شما با عشق بی قید و شرط شما را در آغوش می‌گیرد و به شما یادآوری می‌کند که شما به اندازه کافی هستید. به خود اجازه دهید که اعتماد کنید. به خود، به زندگی و به هر آنچه که اکنون در حال ظهور است اعتماد کنید. اکنون این کلمات را در سکوت با خود تکرار کنید. اجازه دهید این کلمات در سراسر وجود شما طنین انداز شوند. بیایید شروع کنیم. من لایق استراحت و آرامش هستم. همه نگرانی ها را رها می کنم و تسلیم لحظه حال می شوم. من دوست داشتنی هستم. ایمن و آرام هستم و به راهنمای خود برترم در سفر زندگی اعتماد می کنم. احساس سبکی را به قلب خود و آرامش را به ذهن خود بپذیرید. به این احساس اجازه دهید شما را احاطه کند. تصور کنید در فضایی امن و آرام شناور هستید. جایی که فقط سکوت و عشق وجود دارد. نفس شما را به عمق آرامش میبرد. اکنون به خود بگویید که شما محبوب هستید و در امان هستید. به بدن خود اعتماد کنید و به آنچه که شایسته‌اش هستید اجازه دهید به شما برسد. عمیقاً استراحت کنید و خود برتر خود را در آغوش بگیرید. من شما را در مدیتیشن های آینده خواهم دید. تا آن زمان مراقب خود باشید.